این داستان آلیس در سرزمین عجایب. روزگاری آلیس و خواهرش برای بازی و خوندن کتاب به جنگل رفته بودند. ناگهان خرگوش عجیبی از کنار آلیس رد شد و مدام با خودش میگفت خیلی دیرم شده، باید زود برسم. آلیس مدام خرگوش رو صدا میزد، اما خرگوش اهمیتی نمیداد. آلیس به دنبالش رفت تا اینکه به یه لونه‌ای رسیدن. فکر کرد اونجا خونه خرگوشه. دنبالش داخل لونه رفت. سرشو خم کرد توی لونه که یه دفعه افتاد داخلش و بعدش هم افتاد توی چاه بزرگ و خیلی عمیق که تمومی نداشت. اولش حسابی ترسیده بود، اما یکم که گذشت دلش میخواست بدون آخر این چاه به کجا میرسه. بعد از ساعتها به پایین رسید. اونجا مثل یه قصر بزرگ و زیبا بود و آلیس با هیجان شروع به قدم زدن کرد. یه میز دید که روش یه نوشیدنی با برچسب مرا بنوشید و یه کلید کنارش بود. کلید رو تو جیبش گذاشت و مقداری هم از نوشیدنی امتحان کرد. یهو خیلی کوچولو شد. نگاهی به اطرافش کرد که یه در خیلی کوچیک دید و با استفاده از کلیدش در رو باز کرد. یه سرزمین سبز و زیبای عجیبی اونجا بود. آلیس واردش شد و راه رفت تا به همون خرگوش رسید. خرگوش گفت من باید برم، عجله دارم، دیرم شده. آلیس تو هم برو پیش ملکه تا راه خروج رو نشونت بده. از اینجا برو. آلیس نزدیک قصر شد و تو راه از یه 1000 پای عجیب و رنگی در مورد ملکه پرسید. بعد یهو صدای خنده عجیبی شنید. یه گربه بنفش روی درخت نشسته بود و به آلیس گفت اول برو پیش مدحتر، شاید اون بدونه چجوری از اینجا خارج شی. ها 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 ها. آلیس از مدحتر برای خروج کمک خواست، اما اون فقط با جوابهای بی ربط باعث عصبانیت آلیس شد. آلیس به نزدیک قصر رسید و دید نگهبان داره گلها رو رنگ قرمز میکنه و مدام تکرار میکنه ملکه فقط گل قرمز دوست داره. آلیس وارد قصر شد. دید دادگاهی در جریانه. همه اونجا بودن. خرگوش گریه میکرد و میگفت آی من نمیدونم کیک کجاست. مدحتر یهو گفت ملکه، آلیس کیک قلبی شکل شما رو دزدیده. یهو آلیس عصبانی شد و شروع به بزرگ شدن کرد که ناگهان خواهرش تکونش داد و از خواب بیدارش کرد. آلیس وقتی بیدار شد یه نفس راحتی کشید و خوشحال بود که اون سرزمین عجیب واقعی نبوده و همه اون اتفاقات فقط یه خواب بوده.